سلام، من سارام، استاد زبان چینیتون. اینجا قراره با هم دیگه چینی یاد بگیریم. سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به قسمت سوم خوش اومدین. درس دوم رو ما جلسه پیش شروع کردیم، تا صفحه اولش هم خوندیم. قرار شد که شما یه سری مشق بنویسین برام بفرستین که خب حالا نمیدونم حالا اوضاع اون قضیه چطور داره پیش میره، ولی بریم که ادامه درس دو رو داشته باشیم. خب بچه، این قسمت رو براتون 3-4 بار توضیح دادم و اصلا یه ویدیو مجزا هم هستش، لینکش رو این پایین میذارم براتون، بریم ببینین. اگه هنوز مشکل دارین بیاین پایین صفحه 9 با هم یه کلمات رو میخوایم بخونیم و اگه گوشش هم بدین بعدا خودتون از روی این فایلی که گذاشته بودم براتون، خب بهتره. سن سن، شن شن، جون جون، yang yang， 零零， 菜菜， 手手， 熊熊， 云云， 星星， 远远， 人人， 船船， 床床， 吃吃， 热太热了太热了، یعنی خیلی هوا گرمه. ادامهش دستم رو ببین کجا گذاشتم، چون میخوام لرزش زبونم رو احساس بکنم دیگه. بینگ سیانگ، بینگ سیانگ، بینگ سیانگ، 鸡蛋鸡蛋， 司机司机， 足球足球， 机场机场， 爬山爬山. ببینید بچه ها، یه تیکه هایی هستن اینجا که مثلا پاشن مثل بینسیان به هم چسبیده نیستش. اولا اینکه پاشن یه فعل هستش و بینسیان یک اسم. دوما اینکه پاشن وقتی که جدا از هم دیگه می‌نویسن، یعنی این بین چیزی میتونه بیاد، یه کلمه دیگه این میتونه بیاد. حالا الان یادش نمیگیریم چون وارد اصلا گرامر نمیخوایم بشیم، ولی کلا گفتم اینو در جریان باشین. ادامهش شو بیاو شو بیاو، ساعت‌ماچی و سیونگما سیونگما. سیونگما یعنی پاندا، خواستم بگم پاستایل هست. خب یه قضیه دیگه هم که هست، ما گفتیم که توی زبان چینی 4 تا تون داریم، 4 تا، ولی تون 5مون پس در واقع میشه هیچ تونی نداشتن، یعنی تون خنثی. مثل حالت عادیه که صحبت کنیم، بابا، نای نای، یه یه، ماما ماما، یه یه، نای نای، بابا. 桌子 房子 椅子 柜子. این زه رو زیاد میبینین. خلاصه他们بعدا میفهمین که زه چه نقشه‌ای داره، هنوز خیلی زوده ولی زه رو کم کم باهاش آشنا میشین. 他们人们我们弟弟衣服儿子喜欢认识先生朋友晚上漂亮. این از تون خنثیمون. بالای صفحه 11، ببخشید بالای صفحه، درست گفتم، بالای صفحه 11 چیز آنچنان سخت و خاصی رو نمیخواد بگه، فقط داره براتون توضیح میده که اون واژه‌های صدادار ما هستن که تون، نگارش تون روشون قرار میگیره. اونم فقط واسه وقتی که شما پینی رو می‌نویسید و مثلا اگه داری می‌نویسی مثلا شه که بخوای بنویسی، خب یه ایکس هستش، آی و بعد ای دیگه. آی و ای جفتشون صدا دارن. اینجا داره بهت میگه که روی مثلا اون ای ما تون میذاریم، یا مثلا اگه شه بود روی ایش، ای آخرش تون میذاری.
باز دوباره از روی کلمات بخونیم با هم دیگه، معنیشو با هم براتون میمیسم و با من تکرار بکنین. بچه با من تکرار کردن میشد گن و دو، گن و دو، 学校学校，有氧有氧，时间时间，标志标志，帮忙帮忙，手表手表，身体身体. میخواد دقت کنین به جایگذاری تونها و معنی کلمات رو دیگه کم کم با هم دیگه یاد بگیریم و اون کاراکتر نویسیشون رو بچه ها. 身体好吃好吃，篮球篮球，终于终于，考试考试. تفاوت رو داشتین؟ من دفعه اول اشتباه گفتمش، گفتم کاشر در حالی که هست کاشر. تفاوت داره دیگه بینش. 谢谢女儿女儿，公司国家客气. پس یه بار دیگه با هم گن و دو. 学校学校，游泳游泳，时间时间，报纸报纸，帮忙帮忙，手表手表，身体身体，好吃好吃，篮球篮球，终于终于，考试考试，谢谢谢谢，努尔努尔，公司公司公司公司，国家国家客气. قراره اینو بخونین تا یاد بگیرین دیگه، هر کاری سخته. شیوشی شیوشی، استراحت کردن. یه دور از هم بدو بخونیم کلا بعد معنیش کنیم. 休息休息，啤酒啤酒，讨论讨论，惭愧惭愧，睡觉睡觉，昂贵昂贵，足球足球，水果水果水果. اگه یادتون باشه گفتیم وقتی دو تا تون سه کنار هم قرار میگیرن، اولین کلمه‌ای که تون سوم داره رو به حالت تون دو میخونیم. مثلا اینجا نمیگم شویگو، میگم شویگو، خیلی روانتر میشه. لونچان لونچان، لیوین لیوین، لندن لندن، 陶醉陶醉，牛奶牛奶，开会开会，湿润湿润，顺利顺利. میدونید مشکل چیه؟ مشکل اینه که شما وقتی پینین دارین نمیتونین دقیقاً بدونین که این کدوم کلمه هست. میتونین با توجه به کاراکتری که تو میدونی و پینین میدونی که اون پینین مربوط به اون کاراکتره توی ذهنت حدس بزنی، ولی ممکنه یه کاراکتر دیگه هم باشه که دقیقاً همون پینین رو داشته باشه. لندن لندن خیلی جالبه. مثلا ایتالیا میشه ایدالی، مثلا ایران میشه ایلان، مثلا لندن میشه لندن، مثلا تهران میشه دخلن، مثلا شیراز میشه شیلت. مثلا خیلی چیز اسما رو خیلی جالب عوض میکنن. همین. خب بچه ها جون، فکر میکنم تا همینجا این کار کافی هستش. ولی خب با توجه به اون که ما خیلی از فریزهای جلسه قبلمون استفاده کردیم، همون شانکو شکو، دوست دارم که فریزهای این جلسه هم یاد بگیریم که جلسه بعدی که خواستیم بیاین متوجه بشین چی دارم میگم. دعکشو کتابتو باز کن. چین داشن دو داشن یعنی صدای بلند. یعنی بزرگ بالا. با چند تا معنی دیگه. چین داشن لطفاً. چین فعل درخواست کردن هستش. چین لطفاً
داشن صدای بلند. دو اگه یادتون باشه توی گم و دو داشتیم گم و دو با من بخون. حالا تین داشن دو یعنی چی؟ یعنی لطفاً با صدای بلند بخون. 再读一遍 再读一遍 لطفاً که نداره تینو نداشت. 再读一遍 یعنی 再 یعنی دوباره. دو گفتیم فعل خوندن هستش. ای یعنی یک و 再读一遍 یک بار دیگر بخوان. 一起读 با هم بخوانیم. می‌بینن که فوکوس روی فعل دو هستش اینجا. 一起读 با هم بخوانیم. ایچی کنار هم چسبیده هم نوشته شده. ایچی وقتی با هم میاد یعنی together با هم دیگه. یا ونتی ما یا فعل داشتن. ونتی یعنی مشکل، یعنی سوال، مشکل، دشواری. یا ونتی ما جمله‌مون رو سوالی کرده اینجا. یا داشتن، ونتی مشکل، ما آیا مشکلی هست؟ آیا سوالی داری؟ دقیقاً هم به همین طوری که گفتم میتونی مثلا یه خودی تو خیابون یکی داره زیادی از حد بنزول میزنه تو چشم میگه یا انت ما مشکلی داری، ولی وقتی که سر کلاس استاد ازت میپرسه یا انت ما منظورش اینه که سوالی داری مثلا. و همین بچه‌ها فعلا. اولی هم که کی شو کی فعل آغاز کردن، ولی کی یعنی باز کردن. کی شو یعنی کتاب. حتی اگه به کاراکترش هم نگاه کنید خیلی شبیه شو هستش. پس کی شو یعنی کتابت رو باز کن. کی شو 请大声读再读一遍一起读有问题吗？好的，大家辛苦了。